خبر تو خبر تو بحبوحه قیام خبر داره براتون از عظمایی که هیچ پشمی به عمامش نمونده و نوچه‌هاش مجبورن اینطوری براش بازارگرمی کنن. گفتند رهبر انقلاب اسلامی، رهبر عظیم الشأن، رهبر جانباز، رهبر بسیجی، رهبر حکیم، شجاع، رهبر الهی این انقلاب که وارث اولیاء الهی است، وارث عظمت و شکوه نبوت است، وارث امامت است. این هم جواب مردم به پاسدار سلامی و ولی فقیهش. از اونجایی که اقصا نقاط عظما به شرشر افتادن، تو حوزه هم آخوندهای حکومتی براش مجلس روزه ترتیب دادن و آبغوره گیری را انداختن. امروز دشمن همه نیروی خود را برای ضربه زدن به ما بسیج کرده است. ما تنهایی، جز شما کسی نداریم. جوانان ما رو کشتند، بسیجیان ما رو پاره پاره کردند، جوان طلبه ما رو توی خیابان به خاک و خون کشیدند. آقا ما صبر میکنیم ولی دل ما تنگ است. بسته پیشنهادی مردم به این آخوندا برای رفع دلتنگی رو هم با هم ببینیم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی. هموطنانمون در خارج از کشور هم عظمای فلک زده رو اینطوری تصویر میکنن. حالا یه سری هم به فضای مجازی بزنیم و وضعیت واقعی عظما تو مجازی رو ببینیم. تو این گیرودار آخوند رئیسی بلند شد رفت سنندش تا مثلا فیگور نرمالیزاسیون بگیره و بگه کلی خاطرخواه داره. هنوز 24 ساعت نگذشته بود که فروشنده مغازه‌ای که رئیسی رفته بود توش این کلیپ رو در فضای مجازی منتشر کرد. نوگه و من لم کاره هیچ قصنیتی بنوه. اگر بو مثل بعض اول که مدن بود یعنی شاگم معذرت خواهی کم و امیدوارم ببخشم. من کاسب بگم با وجود اول که بگانه کشم اجاره‌ایم چند وقتا نتیجه متهم کاریم کده و امیدوارم که مردم ببخشن. و تا تمام کردواری معذرت خواهی کم. این تنها بادکنکی نیست که این روزا تو نظام میترکه. بادکنک تیم اعزامیشون به قطر هم بد جوری ترکید و صدای آخوندا از هر طرف بلند شد. و حالا توی مسابقه فوتبال هم فرض کن یه گل هم به جمهوری اسلامی بزنن، ما ده‌ها گل دیگه به اونو زدیم، گل اصلی رو ما به اونو زدیم. حالا لااقل ما دیگه با دشمن هم صدا نشیم. آخوندا میخواستن به اسم فوتبال قیام مردم رو منحرف کنن که مردم هم اینطوری جوابشون رو دادن. این هم یه چشمه از وقاحت یک آخوند که سنگ پای قزوین جلوش از خجالت آب میشه.
مردم با ما بد میشن بشون. عمده این است که خدا و پیغمبر و آل بیت پیغمبر از ما چی میخوان. بله ما بریم بیرون قصه قائله ختم نمیشه، بدتر میشه. یعنی الان این جمعیت هر چی شلوغ‌تر بشه، یه عده این وسط اگه بنابود 2 جا رو آتیش بزنن میشه 20 جا. اونا هم اگر 200 نفر میفرستادن 2000 نفر میفرستن. بیرون رفتن ما نه تنها کمکی به ختم قائله نمی کند، بلکه تشدید میکند این وسط 4 تا ناموس شیعه رو بزنن، 4 تا زخمی بشن، 4 تا کشته بشن. یکی نیست به این جماعت بگه بابا کجای کارید؟ الان وضعیت طوری شده که آخونده هم به خامنه‌ای میگن گورتو گم کن. آقای سیدعلی کناره‌گیری بکنید. کناره‌گیری کردن شما به نفع دین است، به نفع دولت است، به نفع کودکان ایران است، به نفع مردم ایران است، حتی به نفع کشورهای همجوار است. اصلا و ابدا کشور ایران، جغرافیای ایران تجزیه نخواهد شد. تو خیالت راحت باشه. این 80 میلیون به تو گارانتی میدن. 8 میلیون ایرانی در خارج کشور به تو گارانتی میدن کشور تجزیه نمیشه. بیا مثلا برو در یک کشور چین یک حوزه علمی درست کن اونجا زندگی کنی، یا مثلا برو روسیه اونجا که آشنا هستی، که آقای پوتین رو میشناسی، برای تو قرآن میاره، همون قرآن رو بگیر ببر اون تدریس بکن. چقدر اهمیت داره. بابا تو رو فحش میدن، فحش خواهر و مادر به تو میدن، تو رو نمیخوان. ریزش تو نظام ولایت آخوند و بسیجی و نیروی انتظامی نمیشناسه. هوا خیلی پسه. من هموطنم رو ساکن سرتشتک سپاه ماستداران که بدجوری هول شده اخیراً با یه جمله رفت تو صدر مشگستان. شما ببینید امروز آمریکایی ها تمام همتشون اینه که شبکه ها رو فعال کردن، 55,000 میلیارد دلار هزینه کردن برای اینکه بیان این شبکه ها رو راه بندازن، به یه عده یاد بدن، یه شیشه ای رو بردارن مثل شیشه مثلا نوشابه و دوغ و این چیزا، توش بنزین بریزن، روش هم یه پنبه بذارن. امروز بعد از 43 سال قدرت آمریکا اینه که تو شبکه‌ها یاد بده یه چیزی درست بکنید، بزنید یه جای آتیش بگیره. یکی نیست بهش بگه بی سواد. میدونی 55,000 میلیارد یعنی چی؟ اینی که تو گفتی 20 برابر بودجه سالانه آمریکاست. تو به جای 55,000 میلیارد فکر 17,000 میلیارد خسارتی باش که مردم به نظامتون وارد کردن. بر اساس گزارش وزارت کشور از ابتدای ناآرامی‌های اخیر تا کنون 17,000 میلیارد ریال خسارت در کشور به بار آمده است. در این میان کسبه و اصناف نیز از این اغتشاشات و ناآرامی‌ها زیان‌های زیادی متحمل شدند. بسیجی‌ها تصمیم گرفتن بچه‌ها رو با خامنه‌ای بچه کش آشنا کنن. نتیجه چنین فضاحتی شد. حضرت آقا آره حضرت آقا امام خامنه‌ای ولی فقیه ما هستن، مثل خورشیدن، نایب امام زمانن. هر کس به ایشون نزدیک شد، بصیرت داشت، وارد چی میشه؟ روشنایی میشه، هدایت میشه. هر کس از ایشون رو برگردون چه اتفاقی براش میفته؟ میره داخل تاریکی، توی تاریکی و گمراهی میره، عین شب و روز. اما از نمایش‌های مسخره آخوندا که بگذریم، تصویر واقعی 1090ها و 10,400ها اینه. ببینم وقتی در پنجره چی میخوای بگی؟ لای پنجره بگی؟ چی بگی؟ چی بگی؟ من بگی
عظما این دم آخری تمام برگ‌های جذابیتش رو کرده. یکیش همینه. همشون مزدوران داخلی هستن، پول مزدوران منافقن، اختصاصی یک تاشون که نمیفهمن میرن با اینا چی میشن، ولی دشمن مثل هستازی تو تسلیمشن به هیچ کس رحم نمیکنه. اینا ما الان ما کسی جنگ نداریم، ولی با کسی بخواد چسبونی با خودمون میتونیم دفاع کنیم. پشتیبان این ملت با این پشتیبان این تسلیحات جوانان مؤمن نمازخوان مدافع آخوندای مارمولک چند وقت پیش از ترس قیام شایع کردند که میخوان گشت ارشاد رو تعطیل کنن، اما وضع به قدری خراب بود که همین شایعه رو هم تحمل نکردن. رسانه‌های ضد انقلاب این بار با دستاویز قرار دادن بخشی از سخنان حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور مدعی شدند که گشت ارشاد تعطیل شده است. اما با دقت در محتوای صحبت دادستان کل مشخص است که میگویند مسئولیت راه اندازی یا تعطیلی گشت ارشاد با ایشان نیست و نظارت‌ها ادامه خواهد داشت. این عضو استبل ولایت هم یه عده رو جمع کرد تا اینطوری آب پاکی رو روی دست همه بریزه. هزینه بدحجابی و بی‌حجابی رو تو کشور بالا خواهیم برد. به حول و قوه الهی کاری خواهیم کرد که بدونن اگر بخوان توی کشور قانون زیر پا بذارن، هرج و مرج ایجاد بکنن، باید هزینه سختی بدن. بحثا امینی بهانه بود. اصلا اینا فهمیدن که این طرح عفاف و حجاب تو کشور میخواد اجرا بشه و اثرگذاره. این بازی‌ها رو در آوردن. لذا این طرح ازش عقب نشینی نخواهد شد. عقب نشینی از طرح عفاف و حجاب عقب نشینی از جمهوری اسلامیه. مردم هم از هر طریقی که بتونن و با هر زبان و آهنگی جواب عظما رو میدن. یه روز آویزون میشیده تیرکای ایزه که دیگه خونواده ها نپوش پیرنهای تیره، حتی زندانم نیست براتون، رد میشه تیر علای میله. سدلی وقت خیلی خرابه آجی، خیلی وقت خرابه آجی، خیابون دست ما نیستا، اینجا دیگه جای منبر نیستا، سر بچه دارن کوکتل میپاشن، این مولوتوف از اون مولوتوفا نیستا آجی، اینا دست میزنن جون میدن، راه میرن تو خیابونا جوون میدن، به سید قسم زدیم تک تکشون و زخماشون جوونه زدن خون میدن، تیر میزنیم از خونه بیرون نه، یا صدا سیما میگه از غم صاحب زمان، اینا تا ما به میشناسن آجی، اینا همه جوره واسه خودشون خدا آجی، خیابون دست ما نیستا، اینجا دیگه جای منبر نیستا، سر بچه دارن کوکتل میپاشن، این مولوتوف از اون مولوتوفا نیستا. تو روزایی که جنازه عظما و نظامش داره به سمت گور میره، اصلاح طلبای قلابی هم به دست و پا افتادن و دنبال اینن که به این جنازه تنفس مصنوعی بدن. یعنی مردمی که ما الان داریم میشناسیم تو انتخابات مختلف و با افکار سنجی که صورت گرفته، خواهان براندازی به این معنی که نظام جمهوری اسلامی دیگر نباشد نیستن، خواهان نهایتا اصلاحاتی هستن که منجر به بهبود وضعیت بشه. این خط امامی گروگانگیرم دلش رو اینطوری صابون میزنه و به هم پیاله‌هاش وعده سر خرمن میده. بنابراین بعد بازگشت روحانیت به جایگاه خودش به شدت کمک میکنه به اینکه حکومت مسیر اصلاح رو پیش بگیره. من معتقدم مردم همراهی میکنن با این اصلاحات. مردمم جواب این جماعت شیاد رو اینطوری میدن. دوستان، هر کی گفت خبری نیستش بزنیدش، هر کی گفت من سیاسی نیستم بزنیدش، هر کی گفت کار تجزیه طلباست اونم بزنید، هر کی گفت کار تروریستاست اونم بزنید، هر کی به جای براندازی گفت رفراندوم اونو 2 بار بزنید، اما هر کی گفت اصلاحات و اصلاح طلبا میتونن درستش کنن اونو تا جایی که میخوره بزنیدش. در پایان توجه شما رو به یه انیمیشن مفهومی جلب می‌کنیم که وضعیت و سرنوشت مزدورای سرکوبگر خامنه‌ای رو اینطوری به تصویر کشیده.
شما.